از زمانی که منبر دادم تا حاضر میگم همیشه پیروی از مذهب حنفی کنید. دائم پیروی را از مذهب حنفی برادرای عزیز بیرون سراغ نکنید. زیرا در داخل مذهب ما و شما آن چیزی را که تو سراغ داری از بس که به علمی به سوادی یا فریفته کسی دیگری شیده‌ای از درون همون مذهب تو دریافت کرده میکنی. این عیب تو که تو نمیفهمی، تو نمیدانی، تو ندیدی. اگر امام ابو حنیفه برادر عزیز با گفته بعضی از برادرای ما که او اهل رای ای عقلش سخن پیغمبر ماندگی، سخن خدا ماندگی بوده است و ای عقلش کار بفرمونده. اگر به شرطی که مثل همین گفته برادران میشی، حضرت امام ابو حنیفه نمیگو که سخن مرا در قرآن و حدیث اگر نیافتی با دیوار زده پرچه پرچه کنی. اینا برای چی گفت؟ یا خود حضرت امام اوزاعی خطی همین بحث بگیم بحث نه، حتی امام ابو حنیفه را پیش حضرت امام اوزاعی که او مردک محدث بود، حتی شاگرد امام ابو حنیفه عبدالله ابن مبارک وقتی پیش امام اوزاعی رفت برای تعلیم حدیث، گفت از کجایی؟ گفت من از کوفه. گفت این شهری یک از ابو حنیفه میگن با رای کار میکنه، با عقلش کار میکنه، حدیث های پیامبر مونده که از اون شهری دیگه عبدالله ابن مبارک یکم گپ نزد، خلق کردن برای که شاگرد ابو حنیفه بودن. میدونید این تهمت در شهری بود. هگاه بعد همون گویم دست خطایی که حضرت امام ابو حنیفه داشتن هموکا را آوردن گفتن حضرت امیر یک مطالعه کن. مطالعه کرد، وقتی برآمد گفت که مال کی است؟ او مطالعه کردی؟ ای گفت کدام آدمی هست بسیار عالم کلام است. گفت همین ابو حنیفه هست که شما گفتین که وای با حدیث آیت کار نمیکنه، با عقلش کار میکرده است. برای بسیار مسئله بود. حتی محمد باقر کتیم نبیره پیغمبر ما کتیم حتی روبرو شیدن، همون دارم برده سیاش کردن. گفتن ابو حنیفه از رایش، از عقلش، از شغلاکی خودش استفاده میبرد. محمد باقر گفت ای مردک خود، تو سخن بابای من ماندگی به عقل کار میکنی. و حق داشتن گفت زنن، اون نبیره پیغمبر بود. حضرت احترام کرد، گفت بسیار نیک میشد شیریم روبرو هر دو ما صحبت شیشتن. دیگه گفتن که امام ابو حنیفه را در حال حضرت امام ابو حنیفه یک دو سه مسئله را پیشش آورد. گفت نماز مهمتر است یا روزه؟ ابو حنیفه محمد باقر را گفت کدامش مهمتر است؟ و البته نماز مهمتر است. گفت اگر من به عقل کار میکردم برای زنکایی که حیض میبینن، اگر ماه رمضان میشد میگفتم که خب نمازاتونه، روزتونه، نمازاتونه نخوانین و نمازاتونه بخوانین و روزتونه نگیرین. ولی فرموده الله مهربان است که زنی که از حیض که پاک شد او روزش قضا میداره و نمازش نمیخونه. اگرچه نماز حکمش بلند است ولی من به عقل کار میکنم، من عکسش فتوا میدارم. احمد باقر گفت پلیتر گفت پیشابه یا که منی پیشابتره، منی نجیستره یا که پیشاب؟ اون پیشاب یعنی پیشاب به نماز میکنن. اگر آبی منی در لباس کنن بزنن پاکشید بیرشی کردیم ما میتونیم نماز بکنیم. گفت البته پیشاب پلیتره. گفت پیشاب که پلیتر باشد من به عقلم کار میکنم، هر پیشاب دا میگفتم غسل کنیم و در منی مقصد میگفتم که طهارت کنیم. لیکن حکم شریعت که در پیشاب باید طهارت کنن، در منی باید غسل کنن. میگم محمد باقر ایجوش کس ای پیشونیش بوسه کرد.
اون پشیمان در شما را سیاه کرده. از این لحاظ برادرای عزیز بسیار احتیاطین. من همچون برادرتون به خدای مهربان قسم به خاطر خدا میکنم یگان غرض ندارم در راست یگان در شما. ما اولاد به اولاد اجداد با این مذهب آمدیم. همین امام قرضاوی از زنده در شهر قطر از عمرش 90 هم گذشته. یکی از عالم‌ها بسیار برجسته صاحب چند کتاب، حتی شیخ‌های همین عرب هم اعتراف میکنن عالمی شد. این چی میگه؟ میگه در کدام دولتی که کدام مذهب فعال باشد دیگه مذهب داخل نشود که اونجا فتنه میشود. گفتن حضرت چیکار کنیم پیش روی فتنه را بگیریم همین جنجال‌های بین مسلمانان نشود. او کدام دولتی در کدام مذهبی در اونجا مذهب دیگه نرود. اگرچه 4 مذهب برحق هم دارد لیکن اینش در اینش بگه ندارد. همین شبکه هایی که من نمیدونم در روسیه میگیرن اینمی مثال حق توحید و اینمی مثال در تاجیکستان هم یا کانال همین شبکه ها میگیرن در اینجا میگیرن. همین شبکه ها دارم من گوش کردم. اونم عبدالفتاح خدمتی را، اونم عبدالقدوس دیخانه همین را گوش کردم. سوال دادن از افغانستان که حضرت ما همین تراویح را 8 بخونیم یا 20. گفتن که اصلا نشویدی 20 رکعت 8 رکعت تراویح در یگان روزه برادر عزیز نامد از پیغمبر یگان حدیثی که پیغمبر من 8 رکعت تراویح خونده است. کجا در اون حدیث؟ او حدیثی که 8 رکعت را برادرها بعضی ها میارن او ای نماز تهجد است. او خودش هم در باب تهجد آمد. باب تراویح خودش مخصوص باب است که سخن حضرت عمر را میارد که در زمان خودش آمد مردم هم که جمع شده که هر کی تراویح را جدا جدا میخوان. حضرت عمر گفت اوبیه ابن کعب است، یعنی حافظ قرآن همون زمان پیامبر من حتی گفت هستن. تو حضرت پیش خودم روان 20 رکعت ای کشتش. حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبدالله بن مسعود، جمعی اصحابی که همه عالم و همه صاحب مرتبه بودن ای پشت حضرت نماز خواندن 20 رکعت خواندن. اونها برادرای عزیزی طریق نمی‌ترسیدن که یکی اگر ما بازی بگیم حضرت عمر توی را ای جا آوردی حضرت عمر حکم قتل شد را و از هیچ حذر نداشتن. کسی سنت پیغمبر از ذره اگر یگان ایواز میکرد به خدا باور کنید او را احوالش خیلی بد بشید. ولی یک کس اعتراض نکرد.